خانم جعفری میخوام کافه‌مو راه اندازی بکنم ولی بودجه زیادی ندارم. میتونی شرط اقساطمون استفاده کنی. واقعا شرط اقساط برای من فرقی نداره. بودجه کافی ندارم واقعا. میتونی دستگاه ایرانی و اقتصادیمون رو خرید کنی. درسته بودجه زیادی ندارم ولی پرتوقعم، خارجی میخوام. خب ما خودمون وارد کننده ایم، مثل برندهای کب چین، براس چین، کینگ گراینده، کینگ بته و خیلی چیزای دیگه. اون کافه رستوران راه اندازی بکنم، بقیه دستگاه رو چیکار کنم؟ ببین ما همه دستگاه ها رو داریم، چه غذای ایرانی بخوای بدی، چه فست فود بخوای بدی، چه کافه، از 0 تا 100 رو برات تجهیز میکنیم. برای پخت خونه میخوان؟ تو خونه معمولا همون 40-60 جواب میده. سفارشاتون آنلاینه دیگه، برای کافه است. مثلا کیکای خیس هم داریم دیگه. همه این دستگاه رو از شما میخوام خرید بکنم. فقط ته فاکتور چقدر بهم تخفیف میدی؟ ببین تخفیف بهت نمیدن ولی گارانتی و خدمات پس از فروش رو بهت تضمینی میدن. چجوری؟ 2 تا 3 ماه اگه قطعه‌ای برات به مشکل خورد رایگان بهت تحویل میدن، 1 سالم تعمیرش میکنن. حل کفته.